سلام علیکم، چطورید؟ آقا ما اومدیم نشتیفان و روبروی این آسیاب‌های بادی یه اقامتگاه هم هست. میخوایم بریم اقامتگاه رو ببینیم، بریم چطوره. موافقین؟ یه اقامتگاه بومگردی توی شهرهای مختلف داره رونق پیدا میکنه و به نظرم خیلی خوب داره میشه. به قول دوست من عباس برزیگر حرف قشنگی میزنه، میگه که باید دهاتی بود. یعنی دهاتی نه اینکه حالا مثلا چیز بد باشه، یه باید حس دهاتی داشته باشی توی اقامتگاه بومگردی، یعنی اهل همونجا باشی. حالا میخوایم بریم اینجا که مجموعه آسبادهای نشتیفانه، اینورم اقامتگاه بومگردی پور یعقوب. ببینیم چه خبره. آقای پور یعقوب هم پیدا میکنیم. اینم یه فضای خیلی بازی داره برای پارک و پارکینگ و اتوبوس، و از همین فضای اصلی میتونه بیاد داخل. ظاهراً دیشب یه اتوبوس اینجا بود که کلی مسافر داشت و بعدش هم دیگه رفتن. آره خب داریم میریم طرف اقامتگاه بومگردی پور یعقوب. بعضی وقت اسم انتخاب کردنم تو شرط رو ما نمیخوایم نقدی بکنیم. اینم آب قنات مسلماً که داره میاد. نمیدونم قنات کجاست، ولی حتما قنات که داره میاد اینجا. اقامتگاه بومگردی پور یعقوب با مجوز. این مجوزم داره. سلام علیکم. سلام بر شما. خوبین؟ احوال شما؟ بخشی ما زودتر اومدیم. خواهش می‌کنم داشته باشید. خب بریم داخل ببینیم چطوره آقای پور یعقوب. کجا رفته بودین؟ خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید. قربان شما. چه جای با صفایی. بفرمایید. ببخشید من خواهش می‌کنم راحت باشید. خب اینجا پس اقامتگاه آقای پور یعقوب داریم وارد بشیم. خب چه فضای قشنگی. اینجا چی بوده قبلا؟ ما خانه پدری ما بودیم. خودمون همینجا بزرگ شدیم، همینجا ازدواج کردیم. دو تا فرزند اولمون همینجا متولد شده. بعد تا سال 95 مادرم همینجا زندگی میکرده. دیگه آخرین دو تا خواهرام ازدواج کردن، دیدم خانه تقریبا خالی شد و چون از قبل یک مقداری حالا تو فعالیت‌های گردشگری فعالیت می‌کردیم. فعالیت داشتیم. فعالیت گردشگری متوجه نه جنبه اقامتگاه اینا، همین جنبه همیاری میراث فرهنگی اینا بودیم و قصد معرفی شهرستان رو بیشتر داشتیم. دیگه از سال 95 دیگه برای بحث گردشگری محلی برای اسکان در شهرستان نبود و کسی دیگه اون ریسک اولیه رو نمی‌پذیرفت که بیا شروع به ساخت اقامتگاه کنه. ما در سال 95 شما اولین بار خودتون پس بله اقامتگاه اولین بار خودمون کردیم و اولین اقامتگاه بومگردی شهرستان خواب و فکر کنم دومین یا سومین اقامتگاه بومگردی استان خراسان هست می‌کنه. آفرین. و الحمدلله خب تو این 5 سال وضعیت گردشگری خیلی متحول شده و بهتر میشه. بله خیلی بهتر میشه. این 1.5 سال یا 2 سال کرونا یک مقداری وقفه ایجاد کرد، ولی خب الحمدلله داره خوب میشه و ما الان خاف و نشتیفان ما اولین گروهی رو به خاف آورده با عنوان خاف و نشتیفان آوردیم. همین الان کلیه تورهایی که برداریم ماسکو که رو برداشتین کلیه تورهایی که از خاف از تهران و شهرهای دورتر میان اینجا یا مشهد به سمت خراسان تشکیل میشه با عنوان خاف و نشتیفان بسته میشه. اینجا ظاهرا سکویه که بازم اینجا معمولا برای گروه موسیقی درست میکنن. خوبه. اینجا برای گروه موسیقی میشه، اینجا رقص چوب اینا استفاده میشه. همینجا میرقصن و رقص چوب همینجا اجرا میشه. ما همین دیشب جای شما بله گروه تور استران داشتیم با همین هوای سرد و با همین یک مقدار نمی بارون بود، ولی بچه‌ها هم سفرا پایه بودن هم گروه موسیقی پایه بودن. ما همینجا رقص چوب و سرما دادین که به مسئول گروه موسیقی دیگه وقتی که مجلس گرم باشه سرمایه هوا تاثیر نداره. خیلی مهم نیست سرماش.
خب بریم یه خورده فضا رو ببینیم. بله. اینجا داریم چیزی درست می‌کنید. بله اینجا ما در حال بنایی هستیم. داریم بازم درست می‌کنیم. بله یک فضایی داریم برای تقریبا حالت سالن غذاخوری. بله. صبحانه نهاری که همسفران میان در حد 35 نفر ظرفیت داشته باشه داریم یک سالن درست می‌کنیم و پشت بام هم چون مشرف و آسپاده هست داریم یک فضای کافه بام درست چه خوب چه خوب. آسپاده همون بچه همون آسیاب‌های بادیه که بیرون از اینجا دیده میشه و خیلی جای زیبایی هم هست. خب اینجا درست اینجا می‌کنم. واو این فضای اینجا سالن است. سلام خدا قوت. خدا قوت. خب اینجا دارن غرفه درست می‌کنن برای چی؟ برای نشستن کلا خانواده جداگانه بیاد اینجا بخیر. ببین هم چون کافی به شاپ زودی داریم اینجا هم دیگه راه میفته میتونیم بیاین اینجا کافی شاپ و البته سنتی دیگه کافی شاپ که سنتی نیست بیچاره سالن غذاخوری سنتی آقا از اینجا راه داره پشت بام برین که ویو پشت بام رو ببینید از این پشت فلم. خب بریم اول فضا رو می‌خوای ببینیم. ببینیم اینجا چیه. خب واسه من میرم روی شما تشریف نداشت. شما باشین من میام پایین. ما فضای اینجا رو ببینیم. خب ببین. سلام بچه‌ها. خدا قوت. خب اینجا رو ببین معمولاً به دو نوع درست میکنن. درسته اوستا؟ یکی این که از این چوبا میذارن. اینا رو چی میگن؟ تخت پوش. یا اینکه تاق مانند درست میکنن. تاق پایینه. آره پایینم تاق ولی نه اون بالا رو ببین اونها که تاق طوریه. ببین بعدش هم اینجا یه دیدی داره به این آسیاباد بهش میگه. درسته؟ بله. اینجا هم که نهالستان‌های کاجه که مثلا خزانه کاشته باشه کلی تقریبا کشاورزی بیشتر نشتیفان تولید انواع نهال کاج و سرو و بیشتر نهال‌های تعظیمی است. حالا اینا یه ماجرایی داره این بحث کاج ها. بله حتما. بحث کاج ها اینه که اینجا چون بادخیزه و یک نوعی ریگ های شناور هم داره با این بادها میان این کاجا رو میکنن که جلوی این ریگ ها و این بادها رو بگیرن. بله. و جالب این که اینجا مرکز کاجکاری نهال کاج شناخته شده. بله قطب تولید نهال کاج کشوره و سالها حتی ما در چند سال صادر هم کشورهای همسایه داشتن صادر میکردن ولی اون بیشتر نهالهای کاج و سرو بیشتر فضای سبز شهرداری احترام و پارک‌های از این نشیفان تولید میشه. خب اینجا رو ببین بچه‌ها اینجا هم که میری دوباره رو پشت بومه فضای خوبی دارن واقعا فضای قشنگیه و زیباست. اینجا در حال ساخت هستیم حالا قرار مرتب‌تر بشه که یک جایی برای نشستن دور همی‌های شبانه و اینا مشرف و آسپادا یک طرف ویو آسپادا است یک طرف هم که ویوی باغات نهالستان‌های خیلی قشنگه. آقا اینجا فقط زود شب میشه یعنی 4:30 دیگه اینجا شبه. دیگه زمستون روزا کوتاه است دیگه. پاییز البته پاییز و زمستون دیگه پاییز اینجا زود شب میشه. فکر کنم دیگه زمستون دیگه 4 دیگه شبه دیگه 4:10 دقیقه 4:10 دقیقه غروب آفتاب میزنن. غروب آفتاب از 4:30 از آن زدن. بله. درسته؟ بله 4:30 از آن موقع دیگه 4:30 از آن موقع 4:00 غروب دیگه. الان چه ماهی هستیم؟ الان آذر ماه هستیم دیگه. آذر ماه 15 چندم؟ 13 آذر. 13 آذره. چه روز قشنگی هم. دیگه 17 روز دیگه میشه زمستون. شب یلدا 13 آذر 1400. بله. آره. خب اینجا هم بس این فضاهای قشنگی هم که دارن آقای پور یعقوب درست کردن با همون سلایق قشنگ خودشون. خانواده هم بهتون کمک میکنه؟ بله کار اصلا پایه اصلی چرخوندن اینجا خانم هستن که واقعا اولی که ما اینجا رو ساختیم. میدونی که بچه‌ها مردها خیلی حالا درسته اوکی هم ولی همیشه یک خانم یک زن پشت این موفقیت ها هست ولی خب خیلی دیده نمیشن خانم‌ها ولی همیشه مردها جلوی بله نه که ما که ویترین هستن همیشه میگن منم اومدم سلام علیکم خوبی چطوری؟ آره پس اینجوریه دارن اینجا هم درست میکنن یه فضای خیلی قشنگ. اینم بحث کاج هاست که دیروز توی میتونیم برین توی آسبادها ویدیوی آسبادها اونجا در مورد کاج ها آقا منم صحبت هم کردن اونم میتونیم ببینید که بیشتر اطلاعات داشته باشید.
الان دیگه تکرار نمی کنیم. خب این هم این فضاییه که فضای نشیمن و فضای میتونیم کافی شاپ که میگیم اما کافی شاپ نگیم ها، چون خیلی همه فکر میکنن حالا مثل شهر دیگه فرقی نخواهد کرد. و فضایی که اینجا دارن. آقای پور یعقوب بریم یکی از این اتاقای قدیمیتون هم ببینیم. دوستان میخوایم ادامه بدیم، میخوایم بریم یکی از این اتاقهای بومگردی آقای پور یعقوب هم ببینیم. یکی از فضای قشنگه. اینم چرخ 28 البته اینجا هست. چرخ خودتونه؟ از کوچیکی زمان رسیدیم در چرخ شاید بابام بوده اینجا. آره خب 5 تا اتاق برای اسکان داریم که 5 تا اتاق ورودیشون همین جایه. آها یه 5 تا اتاق اون بیرون پس اصلا اتاق نداره. نه واقعا همه 5 تا اینجایه. مثلا خب ببین یکی از این اتاق است. یکی از این اتاقا که تاریک البته نور نداره. چرا داره؟ خب یکی از این اتاقا هست. خب ببین کرسی داره. قشنگ درست کرده. کرسی داره. ما دیشب اینجا مهمان داشتیم یک مقداری هنوز ریکاوری و چیز نشده اتاق. هنوز آماده نشده. صبح تخلیه شده خب اتاق. اینجا اتاقشونه و کرسی هم هست. روشن هم می‌کنین کرسی رو؟ کرسی روشن میشه ولی خب دیگه کرسی برقیه دیگه. کرسی زغالی نیست. این یک اتاق. خب یه اتاق دیگه است که اتاق بزرگی هم هست و خوب هم هست، گرم هم هست، خوبه. آره این نقاشی قشنگ هم داره. این نقاشی کی کشیده؟ این نقاشی هم یکی از دوستان خافی که در تهران سکونت دارن آقای خوشرفتار کشیدن سال 95 و تقریبا الهام گرفته از همین سوزندوزی‌های خود این قدیمی این محله که اقتباس از اینا قشنگ هم هست. آره دقیقاً شبیه همین سوزندوزی است. این اتاقش رو ببینید. این پرده هم که دیگه میدونید چیه. این هم سوزندوزی همینجا هست. یا این پرده‌هایی هستن که معمولاً کسایی میخوان برن خونه بخت خانوما اینا رو برای خودشون میدوزن و آماده میکنن یا مادراشون میدوزن و به عنوان حالا جایزیه و به عروسا میدن که جایی که روی تاخچو و اینجور جایی که حالا مثلا پستو یا هر چیزی که اون پشت مثلا میخوان رخت خواب بذارن و اینا این پرده ها رو میذارن و که اونور دیده نشه یا جلوی پنجره مثل اینجا. خیلی زیباست. بریم اتاق بعدیشون هم ببینیم. اینجا هم ریکاوری نشده هنوز. آها ماشاءالله اینجا اتاق مرکزی است ولی خب این یک دیگه از اتاق است. این که حال میگیم بهش دیگه. آره همین و صدا میشه. آره. این یک اتاق. یعنی میتونید دست جمعی میاین. دست جمعی میاین هر آره اینجا دور همین واقعا. ببین چه قشنگه و حتی لباسای سنتی هم دارن. اینجا هم بخاری گازیه البته ولی قبلا اینجا بخاری بوده، جای بخاری بوده، هیزومی بوده. هیزومی کنگی بوده ولی خب الان فضای اینا رو خوب استفاده کردن از کوزو. این المان‌های زیباییه. در حال ببینید و لذت ببرید. خیلی هم قشنگه. دو تا اتاق اینجا هست دیگه یا یکی دیگه از اتاقای دیگه هم دارن و خیلی هم خوبه. این بس دست جمعی بیاین دوستان میتونین از این فضاها خوب استفاده بکنید. یعنی تو اینجا این فضا برای خودتون اسکان داشته باشید و بعدش هم توی اتاقهای مختلف میتونین بازم اسکان خانوادگی داشته باشین. ولی در کل میتونین دست جمعی توی این حال که اینجا باشه، حال مرکزی تقریبا، که برای خودتون باشین غذا بخورین و خیلی فضای قشنگ و زیباییه. بریم بیرون آقای عبوزی. خب ببین اینا هم که تورایی که قبلا اومدن خیلی قشنگ و بفرمایید. بله آقای پور یعقوب هم که سعی کردن این فضا رو فضای قشنگ و امن درست کنن. خب ایشون چیتون میشه؟ همسرم است. سلام علیکم. پای اصلی آقا اینجا آقای پور یعقوب یه طرف ایشون یه طرف کنارشون باشین. سلام علیکم.
خوبین شما؟ سلامت بشین. خدا قوت به شما. خسته سلامت بشین. خیلی کار قشنگ و زیبا و قشنگی درست کردین اینجا. خدا قوت بده به شما. و امیدوارم چطوره شما نظرتون چیه؟ خوبه؟ بومگردی میتونه خوب باشه؟ خوب هستن من خیلی خود آدمای متفاوتی خب چیز می‌ذاریم. میان و آدم متفاوت میان. فرهنگ‌های مختلفی آدم آشنا میشه. چطوره با آدمو دوست میشین؟ آره دوست میشن خیلی خیلی آدمای نزدیک مهربون میشن بهش. هستن، خوب ببین اصلا یکی از اصولهای بومگردی همینه، یعنی باید با آدما دوست بشین، باهاشون بشینید، رفاقت کنید. اینجا رستوران نیست، اینجا مثلا هتل نیست، فرق داره. اینجا اینجا بومگردیه. ما وقتی که حالا به چشم مهمون نگاه میکنیم گردش کردیم، آفرین. بیشتر ما میگیم مهمون داریم، فرق نمیکنه خانه خود ما اومده اینجا یا اینجا اومده حالا که فضای به عنوان اقامتگاه ساختیم. ما وقتی که یک گروه میان یک شب یا دو شب اینجا میمونه، اصلا وقتی که مهمون میخواد خداحافظی کنه بره، اصلا یک حالت دلتنگی برام دست میده. آفرین. حتی احتمال زیاد مراسم بدرقه و اینا هم دارین بله، که پشتشون هم بریزن که بازم بیاین. بازم برگردید. خدا بهتون خیر بده. خیلی ممنون. زنده باشید. ممنون، دست شما در نکنه. تشکر. انشالله که موفق باشید و خداحافظی می‌کنیم از دوستان. اگه صحبت خاصی دارین که دست شما در کنه. ممنون، زنده باشین. قربان شم. دوستان عزیز، این فیلم هم یکی از اون فیلماییه که ما براتون تهیه کردیم. حتما اگه اونایی که سابسکرایب ندارن سابسکرایب کنن، اون زنگوله رو هم بزنن که فیلم‌های آینده رو میذاریم تشریف بیارین ببینید و لذت ببرین، با دیگران هم شیرش بکنید تا دیگران هم لذت ببرین. تا فیلم بعدی، تا یه گزارش دیگه، خدا نگهدار.